Ami sementoy ki mebinen خیر کدگی رو پول شکستگی اومش کی این همیش فرو را کدام برادرو اینا برادرو باید این اینجا مهمان خونه باشه اینا خطور حال شهر بود ببینه برادرو ریمون تامید ان شاء الله او قسمی کلو نمیره برادرو جای ما خطی اویلام خوامدیم اینجا جای بودکو این اینجا جای اما خطی اویلا شونه این اینجا سلام علیکم برادر جانوی ما خواهش میکنم ای هر یک شما که امین نوار تا خیره تماشا کنین ای همه خواهش میکنم برادر جانوی ما چه خیلی که امین نم خنواری ما دمره توقع نموندیم قطیم بدین دستگیریم کردین خب برادرو چه خیلی که نوار کردم پرت افتم گفتم این قرغن رفتیم ای قرغن طرفی چی میریم گفتم قبادیان میریم این ما اومیم رسیدیم خونه هم یکده یعنی نوار گشت پرت افتادم دیدم برادرو راست دیگه سوم به کم جمع شد همیشه دم شکر هزاران بار شکر برادرو انا برای چی میگم سوم به کم برادرو از ما همشه دکزاد میکنم اینا برادرو چه خیلی میبینین اینجا حجت خانه برادرو حجت خانه این امروز پگه چپ میشه اوج پونی رفته سیخدش پونی چپ میشه بیا اینجا از ما دلش نشون کنم سلام علیکم برادر جانوی ما چه خیلی کمی اکای کیوزی نوارشا اینقدر شموندیم دوام شوز میمونیم برادر جانو ای همه تون خواهش میکنم هم یک کرایه دستگیری کنکریت نکنین اقلا همی خونه شا بولی من یک کنترک بگیم سوز کنه چه خیلی که خودشون فهمونده که یکی خودش طلبندگی میکنه طلبندگی قطعی هیله همی زندگی شا پیش میبره برادرو ما همه خواهش میکنم همی یک کرایه دستگیری کنکریت نکنین برادر جانو انا یکه خودش پدر مادر نداره پدر مادرش از دنیا گذشتگیه 4 فرزند داره انا چه خیلی دیدین دو پسرش قطعه دخترچه میده کشونه در دستی ولشه بگیم که ازیرش در خونه شمیای اونا با خوله خودش فهمونده که یا دختر دیگه داره قریب که به بلوغت رسیده سه و را در خونه ایسا شرایط ندارن خونه ماماش در بیبیش در کروچی انا خواهش میکنم برادرو من خودم اما که وضعیت چه به خدا دیدم به حد دلم چشیده برای این به طرف نباشید برای امی ماه شریفی رمضان خواهش میکنم کمکش کنیم برادرو کدومی که اما که کمک میکنین خداوند نگهبانتون باشه فرق نداره در کجایی چی در تاجیکستان چی بیرون تاجیکستان الله نگهبانت باشه خیرتونا به درگاهش قبول کنه باقی در پناه الله باشین برادر جانا و برگه خواهش همه که دستگیری کنین دوام ویدیو را تماشا کنین برادرها اینا برادر جانا این اینجا بانیا هست اینا خطام بینه که بانیا هست اینا دیدین برادرها آدمیزاد چی داره یا بانیا داره یا چی داره این اینجا بانیا هست دامی حال چه خیل بانیا کدام شده برادرها دیدین برادرها برای همین خداوند چند قیدو دای هر یک شما باید شکر کنه برادرو اینا دیدین وضعیت اینا میامه کدن همی حال شکر گفته زندگی داره بیا اینجا این اینجا را که میبینه برادرو این همی حال هم میبینه این اینجا باشه الان خونه آشخانه میگن کو اینجا آشخانه برادرو باید اینجا چردان باشه دیگه چیزایی برای اوقات کدن باشه نیست سبب شرایط همین چیزا را ندارن بیا اینجا و دیگه پم گفتن همونا برادرو که یا برادر خیرخوامون همین سمنتوی که میبینین خیر کدگی اون برادر چی بوده که اکای عمر او چی کاره اکادمیک اکای عمر اکادمیک همون اکا نمیره خیر کده برای خدا الان خیرش قبول کنه این دیدین برادرو انشالله با هسته برادروی که با دیگه چیارا میاره میگه این اکا با هسته آدمایی که سوم کمک میکنه هست برادرایی که بیزنسمن اگون تجارتی خوب ده انشاءالله ما باوری دارم که به طرف نیست دستگیری میکنن التماس این هم یک جان یا دستگیری کنه التماس یا اینجا حالا بعدی را بگم برادرها که یا برگه نوار کبدن ایش فیروی که میبینین نه بالا را دیدین ایش فیرو پول شکستگی اومش که این همیش فیرو را کدن برادرها
اینا چخیلی میبینه اینا یک خیگش موندگیه برادرو انا باید اینا میجورا ناوکنن چکر خستون نیست که استورا بیورن مثال کارشونا بکنن یا بانیه شونا همه چی دستون دار کره خطور میدونه برادر جونو بیا آتیش جان بیا اینا برادرو اینا برادرو باید اینا اینجا مهمان خونه باشه اینا چخیلی میبینین داجه پلاس نداره چی میگم قلی نداره برادرو اینا اینجا باید مهمان خونه باشه برای مهمان قبول کردن مهمان خونه باشه برادرو ایس بیای طرف نشون ته اینا داجه تریزه نداره برادرو داجه تریزه نداره نخواه که مهمان هم بیای اگه بلین چه میپرتوان مقصد تو مهمون رفتن همینجا چی میکنن اینا خطور حال شهر بر ببینه برادرو مهمون تمیده انشالله او قسمی کلو نمیره برادرو او قسمی کلو نمیره اگر اما کسا شه ای برای الله کمک کنیم انشالله که میشه برادرو بیا اینجا سلام علیکم اینا برادرو اینا چخیل میبینید این همونی خونه زندگی میکردی شونه این تریزه داجه نداره دا اون آور هم نشون داده بودم اون او جرایی نشون ته داجه تریزه نداره دیده برادرو بیا اینجا این جانوری که دیده سن اینا فرزندوی همی اکای نصیب باشه اینا روز همه شونگب میزنه اینا خولان باشه اویله شونه اینا فرزندی میدکی شونه سلام علیکم خولا جون که همی برادرایی که تماشا دارن خیر میکردی و در چی گفتن این خولا این خانه خدمت زندگی این کودکان خواه میروه او در خدمت قطعی آیلم خواه میریم 4 گلک دارم صاحبی 4 گلک هم دخترم کلانی به شرایط نداشتم که خدمت نگه بین کرده خانه اوچم روی کردم برای همین 3 تاش قطعی موندیم همین 3 تاش بهم گاز دوری ما نمیرفته شرایط نداریم نه علوی داریم نه هیچی خدایا این منم بنده ای که هر لحظه با تو حرف زدن میخواهم بنده ای که بدون تو هیجم بنده ای که هر روزم رو پنهان میکنم تا سر جانماز نشینم و با تو حرف گویم زیرا نبود در این دنیا نبود نفری که براش راز دل گویم نبود نفری که رازم رو براش افشا کنم خدایا این منم نفری که درد دارم نفری که آه و ناله دارم نفری که هر لحظه ام با غم است و بدون تو تنهایم تنهای به تنها باز در نزد عشق میریزم باز در نزد زی زندگی می نالم زی سوزی آدمی می نالم خب بینا برادر جون اختون ایدهانی خولا شنیدن حال شنایی ندیدن ما باور دارم این ویدیو را هر یک مسلمان بینه به طرف نمیسته ما این ممکن 4 بار شده میگه پایین 4 بار تکرار میکنم با خواهش میکنم برادر جونو ای برای الله فقط نه برای منصب نام نه برای یگان چینه فقط ای برای الله برای او دنیای خودتون یک کوشش کنه دستگیری کنه چند سمی باشه همه کمک انشاءالله که هم یک بگیم جمع شیم همه کسا همه که یک دستگیری کنیم فقط ای برای الله اینه خود دیدین حال خونه را یک بار بالا را نشوته اینه بینه خودتون بینه برادرو اینه خودتون با چشمتون بینه که اینه یک در چی حاله باز ما همه شا نشونتون میتیم برادرو بیا اینجا خلا جایی که خودتون خواه میره اینجا یا؟ جای ما خطی آیلم خواه میریم اینجا جای کودکان اینجا جای اما قطعی اویله شونه اینجا اینا اینجا همی تریزه نداره برادر اینا چه خیلی دیده سن این همی خیلی حالت داره ای الله برای همی هر یک شکر بگن ای الله که خدای قدر دو دست کنه من میدونم که برای چی قدر زندگیشون مشکله برای که همی صاحب خانه بگیم همی اکه خودش اینوالید های اینوالید گروه یگه خیلی بخش همی پرسیم مقصد چند تا پنسی هم میگیره بچین همون زندگیش پیش میبره ما همه شوازی تو خیره تماشا کنیم تو جناب شما یگان گفتنی دارین همین برادرایی که دست بخیر هست سلام علیکم اکا جانوی مهربان خواهید داریم که یگان سامان یاردم کنه ما خونم رو مهمان کردگی نیست
و پول نیاز داریم یگان سویم که هر قیمتونش یاردم کنید. کو یه جنم یگون گفتنی دوشتا باشه نه جنم. السلام علیکم اکا جانو مهربان. ما یاردم کنیم ما یاردم کنید. دیده ما چی حاله خانه‌مون دیده چی حاله و هر یک آدم باید بانیه داشته باشه آشخانه داشته باشه. خانه دیده همه جاش کندگی چیه. از شما خواهش داریم که یگان سومون یاردم کنید. انشالله که اینا خیلی دیدین هر یک تایما مادر داره مثال در جای مادر خودش همه شما خواهش کرد که شما میدونین که چی با که اینا من نمیبرم بگو مرا کمک کنه یا خودت اینا تماشا داری خودت نمیگی گپا برای که یا مجبور شدن این چیزا بگم ممکن که اینا جیالا آینده خداوند کلام کشان میتشان خداوند با یک آدم فقیری گر دستگیری میکنه هست آدمای میلیونری هست که بگه پیش وقت کمبغل بدنه که الله داد چون خب برادرها گپ زیاد نمیکنیم باید برگه خواهش امی اکارا امی جیانکارا امی مادرها انشاءالله یک دست کمک دراز کنین خودتون میدونید ماه شریف رمضان انشاءالله خب این اختون همه شدیده برادر جانو این امی جده این امک خواه میروه این جده 4 تا جیان خواه میروه این اختون دیدین بیای جد این برادرها این دکومنت های امی اکا خودش این همه در چیزی اساسی این دیده سین برادرها چیزی که پنسیه میگیره ای اینوالیدیش این برادرها این اختون دیده سین نمی ای پنسیه گیری شد باز میریم ای امک خودش پرسان میشویم که در چی حال های بیای جان سلام علیکم امک کو امک جان شما امی برادرها که خیرخوان چی گفتن این امی برادرها دا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر مهربان غریب همه که من تماشا میکنه من رحمت میگم که آقا من یوری کردین خیر کردین دستگیری کردین زنگ زدین من همتون میندور هستم من رحمت میگم من در شما دعاگو هستم لیکن مامو مبلغی که من گرفتم در دستم می برای همین تعمیر خانه و چی نرسید همین باید برگه خواهش میکنم که رمضان همین ویدیوی که دیدین چیزی که شرایطی من دیدین یک مرا دستگیری میکنم التماس میکنم که یک برگه من دستگیری کنیم برای که من محتاج هستم من با او پنکه دیگه زندگی میکنم اون با من نمیرسه راست دیگه من چی از خدا بجا کنم من همین هوا که گرم میباشه یک وقت من میبرم من التماس میکنم من میبرم در جای میشنم میطلبم من کسی که میشناسم میدونه که من چیکار میکنم همون با پول طلبندگی من فقط خروج میکنم و خورو میگیرم و سر لباس همین 4 تا گودک زن دیگه ایسنش من نمیتونم همین چیزا که همین ساختمان کنم همون ساختمان کنم آشخانه کنم تعمیر خانه کنم من از شما خواهش دارم این هم یه برادر یه اکا پیشتر برادرم علاقل آمدگی بود یه ویدیو کردگی بود اینم شپی را گرفته رحمت میگم کسی که من را یوری کرد رحمت حضرت در حقشان دعا میکنم که بالای خانه من ساز کردن لیکن با یک کار التماس کردن آمدن سیانکه را کردن تیم سیانکه همین کارتایی که دوشنبه سیتی امان بود و سپیربانک هم بود سپیربانک بلاکیروب کشید من امروز برادرها بخشش اکا گفتن که زبربانگ یک کار است نه تا زبربانگ یک جایی فهمیده همه شب بگین اکا که پگاه چی نشوده این من یک کسی خواهش کردگی بدم همین که زبربانگ مونا با خواهشی من بدین که نه که زبربانگ زبلاکیر بچی همین نورده پس نام فامیلی خودم خطی فقط دوشنبه سیتی دوشنبه سیتی یک دونه اما
карта мемонед. мақсад бародаро карта ами акара хичан ай хидмане ами акара мемонам чанди мепартоен дар хидаш меояд. бале бале. ман як бурдигар хоҳиш мекунам аз шумо. ман илтимос мекунам. ман ҳамин чиза надорам. ман муҳтоҷам. ман намедонам фарзандҳо бихӯрам бипӯшонам. намедонам чӣ кор кунам. ба шумо илтимос муроҷиат мекунам. аз шумо хоҳиш дорам. як бори дига мана дастгирӣ кунед. рамазон дар ҳамаи шумо муборак боша. дахтон дуо мекунам. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. тани сиҳат дили беғам умри шумо фарзандо аҳли оила дуруст кунад. мушкилотона осон кунад. беморотона шифо. гузаштагонтона раҳмат кунад. тариқи шоистаи ҷанната мағфират кунад. хона дартон обод боша. аллоҳ нигаҳбон боша. касби корта бараката брезона. худованд душманотона дар аллоҳ беспарем. саломати ҳамаи шумо дар худои бузурги меҳрибони бахшанда. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم وقضي درجات ربنا آتنا قنا عذاب النار برحمتك يا ارحم الراحمین. آمین. الله اکبر. زنده باشین. سربلند باشین. اینا برادرها چخیل میبینین یا مک بیای جای پیش نشون که امکا اینا برادرها خطون بینین. این همی حال قطعی میسال چخیل اکا میسال امی عبودیو شبه کنن. نه بنیه است نه بگیم که آشخانه هست هیچی نداره. خچکو میکنه اکا همی خزورش میرسه همی زندگیش پیش میبره. انشالله که صاحب کارو بسیاره میبینن شاید که خداوند یک کم کم باشه رحمشون چی میکنه میبینی او انشالله امک من باوری دارم که برادرها به طرف نیستن. آمین. انا بعدی را بگم برادرها که خیلی که اول این آور گفتم با این آخرش دانی میگم برادرها که روز شب بگم خودتون میبینه کمیتر در نه زن میمونه نه اوچه نه پدر مادر تمامی اولاد تا دشمن میکنه که من فقط برای الله میکنم. هست بلوگری که میویا خودتون میدونین اکا که بعضش میویا میگه چانس میجا میشه 50 با 50 تا پلان میکنه. مثال 50% شرط میگیری 50% شما یا که میگه 5000 بده اوش پرابلم ایت 5 روز ویدیو تا میبینیم یا یک هفته میمونم چند خیلی جمع شود 5000 قرض میکنی چیکار میکنیم بیام رفته نوارد کنم. نه که من والله خواستم همین قودم کردم من خود طلب کردم و کردم بود. نه من به خدا من هیچ و برای که من وقتی برای خدا کم اینا خودم بگم برادر چه خیلی من همین عمل یا سون طلب کنم. من فقط چی نواری کردم ای برای الله کردم چی کاری کردم ای برای الله بود. خب اما که یک چیز گفتنی باشی پیشکی آمده رحمت میگو بعد نگفتن نمونه یک آدم خیرمند اپای حجیم اپای حجیم همون اپای حجیم دستگیری کرد فرزندای ما سر لباس کرد پروداکت ما گرفت برادرش دودرش باشه همین سمت گرفت یوردم کرد نامش عمر اکادمی نامش هم برادر نامش عمر اکادمیک این اکادمیک کلیچکه شد بگیم همین من همه آدم دا همه اپا و دودرش دا رحمت میگم او بغرض در چند تایی که اگر سیانکه شدگی باشه یکم کس در خونه ما در آمده تو چی حال داری نگو همش بخیره ما طاقت میکنیم ما در دنیا مهمان هستیم در دنیا فانی همه در اختان دعا میکنیم خداوند همه تا نگهبان باشه زنده باشه سربلند باشه روزتون بخیر باشه همیشه آباد باشه. خب برادرها دیگه اینا انشالله با ما باوری دارم اما که آدمی پیدا میشه که با صاحب خب برادر جانو ما کدامی که نوار ما را تا آخر تماشا کن ما همت مینت دارم اگر با دستگیری کنین انشالله که همین زمین تا آسمان همت مینت دارم. حالا جان که آخری ویدیو درگان چی گفتنی؟ از شما هم خواهش دارم که ما در یاردم کنیم التماس خانه و در حلال کنیم اشخانه امخانه علال خانه چیز حلال در کنند. اکا جانا از شما خواهش دارم که همون ما را دستگیری کنیم. اکا جانا ما از شما خواهش دارم که ما را دستگیری کنیم ما اگام آشخانه حمام خانه ما رو تعمیر کردن لازم ما مکتب رفتن لازم داریم ما سری لباس نداره.
رحمت من زنده باشین سلامت باشین یک کمک دیگر کنیم که یاردم کنیم که من همین چیزا تعمیر کنم و برقرار کنم تمام آشخانه و خانه در ما. خب برادرو اقلا برای خاطر همین جیانچه‌ای که میبینین به خاطر همین که همین جیان در یک خانه گرم خوب روه خودتون میدونید او چه خیلی خنه که به خاطر همین جیانچه اقلا یک برای الله کمک کنه که همین یک خانهشون اساس کنن خانه گرم در همین جیان خوب روه. باقی در کجای هستین الله نگهبانتون باشه، چی در جمهوری مثال در تاجیکستان در وطن عزیزمون، چی ای وطن عزیزمون دور مثال در غریبی فر نداره کدام دولت مهاجرت دارین الله همه تا نگهبان باشه. خیلی برادرو کدامید که خیر کردین ای برای الله بکنید، باقی در پناه الله باشین برادر جانم.